خلاصه 5 لیگ جذاب اروپا. شماره 1 پریمیر لیگ. شاگردان آرن اشلوت از مدت‌ها پیش 20مین قهرمانی خودشون رو جشن گرفتن. شماره 2 لالیگای اسپانیا. شاگردان هانسی فلیک برای 4مین بار تیم رئال مادرید رو شکست دادن و فاصله 7 امتیازی با رئال ایجاد کردن و تقریبا در 3 بازی پیشرویی که دارن خودشون رو قهرمان میدونن. شماره 3 سری آی ایتالیا. رقابت هنوز داغ و جذاب در حال ادامه دادن است. 2 هفته مونده به پایان لیگ، ناپولی در صدر جدول با 1 امتیاز از اینتر. شماره 4 بوندسلیگای آلمان. آقای هری کین بالاخره با آقای کمپانی اولین جام خود را با بایر مونیخ به دست آورد. و در آخر شماره 5 لیگ 1 فرانسه. شاگردان انریکه مثل 12 سال گذشته قهرمانی خودش رو جشن گرفت و حتما ممنون میشم از شما اگر ما رو ساب ندارین ساب کنین و به همون بگین از نظر شما بهترین لیگ اروپا چه لیگی است.